روز جهانی اشغولی ما، سالگرد آشنایی لیلون و مجنون برره بیده. جدی؟ نمیدونستم. به همین خاطر شعرای معروف از خودشان دیوان لیلی و مجنون درو کردن. افتادن تو زحمت واقعا. جدی میگین اینا رو؟ خب در این روز همه شوهرها محبتهاشان گل وکند و به زنهاشان عشق در وکنه. حالا اگر یکی در این روز محبتش گل نوکنه و نخواد عشق در وکنه، باید کیو ببینه؟ غلط وکنه گل نوکنه، مگه دست خودش بید. این نه فهمم. گوش وگیر ببی چه وگوهم. این رسم بیده. در این روز باید زنها به شوهرهاشان دروغهای گنده عاشقانه ویگولند سجه. هر که دروغ بزرگتری وگوه برنده اشغولانه اون سال بشه. دروغ اشغولانه؟ آخه چرا؟ من نمیفهم دروغ چرا؟ تا چش در بیاد.